در جریان جنگ جهانی اول ایران بیطرف به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارت و خرابی تحمل کرد، ضایعه‌ای که نتیجه مستقیم هجوم نیروهای بیگانه به کشورمان بود. علاوه بر خسارات و خرابی‌ها، قحطی گسترده و گرسنگی و شیوع مرگبار انواع بیماری‌ها رهاورد دیگر حضور بیگانگان در داخل ایران بود. درست در زمانی که مردم ایران به دلیل قحطی نابود می شدند، ارتش بریتانیا مشغول خرید مقادیر عظیمی غله و مواد غذایی از بازار ایران بود و با این کار خود هم افزایش شدید قیمت مواد غذایی را سبب می شد و هم مردم ایران را از این مواد محروم می کرد. عملکرد آنها اوضاع را وخیمتر کرد و سبب مرگ میلیون ها نفر از ایرانیان شد. انگلیسی ها علاوه بر اینکه مانع واردات مواد غذایی از آمریکا، هند و بین النهرین به ایران می شدند، اجناس و مواد غذایی رسیده را نیز به انبارهای خود حمل می کردند و همچنین از پرداخت پول درآمدهای نفتی ایران استنکاف می نمودند. لیونل چارلز دنسترویل فرمانده ارتش انگلستان در شمال و غرب ایران بود که فرماندهی دنسترفورس را بر عهده داشت. ژنرال دنسترویل درباره قحطی در ایران چنین می‌نویسد: نشانه های قحطی را در همان آغاز سفرم به ایران در ژانویه با دیدن اجساد افراد در حال مرگ در جاده ها شاهد بودیم. از روستاهای نیمه ویران با ساکنان گرسنه عبور کردیم، اما هرچه گذشت اوضاع از بد به بدتر تغییر یافت و روشن بود که این مصیبت تا فصل برداشت بعدی، یعنی تا حدود 6 ماه بعد افزایش بود. Mənim dedəm bir zaman daruğu idi. Viyana şəhrində bazarın daruğası ilə söhbət elərdi. Deyərdi bu ingilislər əvvəl çox velxəşlik elədilər. Qızıl zat tökdülər bazara. Yolu mərdimi qızılla allatdılar, nə biləsi var idi. Sonra bahalıq elədilər. Qəlləni zadı yandırdılar. Yola mərdim qəhətliyə düşəndən sonra birdən buğdanın məsələn neçə qiymət olurdu, qızılı aparılıb verirlər, birdən məsələn bir az miqdar buğda alırdılar ki, məsələn əmri maaş eləyərlər, acından ölməyərlər. Qızıl üzərinin qırağında deyir, bir gecədə 20 nəfər çayın qırağında acından ölmür. Hamısını tamam İngilis nəmin əbarədə yandırmışdı, tukullan gəlləni, qəndi, çayı hamısını yandırıb çıxdı. در این زمان انگلیسی ها در پی خریدهای کلان غله و دیگر مواد غذایی در سراسر ایران بودند. ژنرال دنسترویل درباره اقدام انگلیس در خرید غله در ایران می‌نویسد: انگلیسی ها مخفیانه تمام مخابرات میان حکومت تهران و حاکمان ولایات در غرب ایران را شنود می‌کردند. دولت ایران فرمان داده بود که تمام مقاطع کاران غله که به انگلیسی ها غله می‌فروختند باید دستگیر شوند. دستور اجرا شده بود، اما بلافاصله انگلیس دولت ایران را برای رهایی آنها تحت فشار